با نام خدا توانا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید بشه از صحت و سلامت و دور از تشویش بزرگ. دوستان عزیز، ما امروز خطیب بچه‌ها چون گفتیم در تعطیل تابستان هستند در فرانسه این وقتا و خطیب بچه‌ها اومدیم لب دریا مثلا چه چیزا داره برای تماشا و دیدنی و می‌خوایم که خطیب بچه‌ها این کاروسل از نشون بده. می‌خوایم که کاروسل بریم خطیب بچه‌ها ان شاء الله نفری 5 یورو بده درآمدگاهش. و دوستان چی گفتنیم، ما در این تابستان چندین جاها رفتیم، مثلا چندین شهرها دیگر سلسله برنامه هایی که در تعطیل گرفتیم خدمت بچه‌ها ان شاء الله همش آماده کردیم و در یوتیوب در کانال یوتیوب ما ان شاء الله میپرتیم شو. شما بدرین تماشا کنید، فکر و ملاحظه و پیشنهادهای خدا حتما بنویسید. نگاه شما رو با خدای منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند نگهداری همه ما شما باشد. بدرود. سلام دوباره دوستان عزیز. چنانچه گفتیم ما چند وقت تصمیم گرفتیم که بچه‌ها در تعطیل تابستانان بریم هر طرف شهر، هر طرف فرانسه و امروز نصیب باشه میریم طرف شهر تولوز و اون کودک‌ها گرفتیم و میریم طرف سنت ویل یا که مرکز شهر میریم. میگن در لب دریا و اینجا سای دیدنی و چه آوردن برای تماشا و نصیب باشه ما میریم همون طرف. و دوستان عزیز برنامه رو تا آخر بیننده باشید. حتما لایک و دلیت و کامنت را فراموش نسازید و با دوستان خود بفرستید. چنانچه میدونید چند روز شد باور کنید بچه‌ها در فرانسه خیلی گرمی هم است. هوا خیلی 38-40 درجه گرمی است، اما به هر صورت کودک‌ها که تعطیل دارن میخوان که برن تماشا کنن. دیگه ما هم گفتیم حقشان است، حق چیشان است بریم خطیشان شهر تماشاشو دارونیم و اینجا بازی کنن نگاه کنن پس میگردیم بریم خانه. خب با ما باشید دوستان عزیز، برنامه های ما نو شروع شدن. دوستان عزیز خیلی کوچه‌های فرانسه در عموم تنگ هستند و یکسی در چونکور چند وقت پیش ما یک برنامه کردم به خاطر مثلا ماشین‌های لباسی که اکتیویته خوب است. این هم میتونن که با یگان جا را اجاره بگیرین، این ماشین‌های لباسی را بمونین و بیزنس خود استفاده بکنین. و یکسی جالب دیگه در اینجا است که این موندیال غلای یعنی یک شرکتی مثل آمازون است. این هم صندوق پوچتای آمازون و این هم گفتی گپو که چیزی که مثلا اینترنتی درخواست کردید به اینجا میآید. اینجا میگه شخصانی که مثلا کار دارن در خانه نیستن میتونن آدرس ها را بتن و خیلی چیزی خوبم هست، چون بعضی وقتا آدم بشه که سر کار است نمیتونه رسیده یا که گرفته پوچتا این خیلی جاها را چی میتن آدرس میتن و میان چرا میگیرن. خب میریم دیگه طرف شهر. این هم بود یکی از معلومات هایی که کسانی میخوان که تجارت سر کنند در تایسون. این تجارت خوبه، این یک خونه چرا میگیری مثلا چیش میمونی انا ماشین های لباسی را میمونی و انشالله تجارت سر میکنی. و چیزی خوب دیگه که مثلا آدم ها هستن که مجردن یا که مثلا در خانه شون ماشین لباسی ندارن از این استفاده میبرن، یا مثلا شخصانی که توریستن میان در شهر اما جای لباسی ندارن یا که مثلا وقت ندارن میان در اینجا وابسته به کیلوی چند کیلویی که باشه ایده 3 یورو سر میشه تا 8 یورو تا 10 یورو تا 18 یورو هم خیلی میره بالا. این هم دیگه کوچه رو ببینید خیلی تنگ هست کوچه‌شون. دوستان عزیز این هم کوچه ها و خیابان های شهر تولوز. این هم کدام چیز تاریخیه. دیگه میریم بالای ماست بچه ها خیلی گرمه باور کنی شهروی. بره دیگه طرف بالا میریم انشالله.
دوستان عزیز ما آمدیم لب دریا. این هم لب دریای تغنیگغان شهر تولوز. تو طرف پلیاژ کردن. پلیاژ با معنی نه که جای آبازی. پلیاژ جایی که مثلا بسیار بازی میکنن دیگه. بسیار سخت کردن. این هم لب دریا. این هم ماسته که قدیمه شهر تولوز. دوستان ما میریم لب دریا از این طرف دیگریش، چون در اینجا اونا کاروسل چطور سخت کردن. اینه که تو نخورده ایسا کار نکایست است چی؟ خیلی میریم این نزدیک میپرسیم کچی گپای. کودکای خوشحالن و هر که گرمی را گرمی نمیگن آمدن تماشا کایستن. اگه نه گفتم بریم خونکی نشید گرم شد. این طرف ببینید کوچه را بینش خیلی تنگن، یه ماشین میزگرن. بچه جان خوبه دیگه. خب دیگه بریم خب هم نزدیک شدیم به همون جای کاروسلا را. خب بینیم چه چیز هست در اینجا. انشالله که پنوار بکشیم همشان. اینه دوستان همون کاروسل گفتگی ای کلیسا ابازرین میگن. ای در تولوز نیست، نه که این موقتی آوردگی سخت کردگی. اون طرف با ماستی دیگه یا که پولی دیگه نصیب باشه. نه که آدم هست هیچ وقت کار نکرده است معلوم نیست. از انشالله میره میپرسیمشان. یام گفتی گپ اوکی جای برای جای بازی کودکان. دوستان عزیز در اینجا چندین رستوران های موقتی و سیار ساخته شده است. میتونه که یگان غذاها را نوش جان کنید. اینجا از طرفش به حد زیبا میشه چون تمام اینجا چراغان میشه و سویت موزیک ها و گپ خبر خیلی زیبا میشه. این طرف بی این هم ماسته که گفتیم پیشتر. این دوستان عزیز کاروسل از نزدیکترین مسافش. خب در آمدن 5 یورو بوده. دوستان عزیز این ما بلیت گرفتیم نفری 5 یورو. اینجا فرق نداشت کودک مایده و کلان همه 5 یورو بوده. اونو کشتی ها رو دیدیم بود. او کشتی هم جاش دیگه مرکز دیگه میتونی که برای بلیت بگیری و بیای تمام شهر درون آوده بگردی. خب بچه ها رفتیم دیگه بلیت ها رو گرفتین برای بتین دیگه. خب اینه بچه جان شما 4 کس بشینین 4 personnes c'est ça 6 dans le 6 خب میگه 6 نفر میتونن که بالاشن در یک چی. خب رفتین برین دیگه. زکریو ما خوش. این دوستان عزیز ما میریم طرف بالا نصیب باشه. این دوستان عزیز نصیب باشه ما میریم طرف بالا. نه ترسی. نگاه نکنید تفتشو پا نگاه کنید. این دوستان عزیز شهر تولوز از بالا. ای کودکان من ترسیده سندتش. خب ای دوستان عزیز ما یک کروک تا خوردیم. ای دیم کروک بودن. Je connais pas ça. Je connais. Là, Khati. Waouh. ای چی میترسه؟ اما این مش یه را بید خرابی دو یا نگاه کن. اینو اون دختره کبیر او باز. Op, lekker je gaan ik ga
अच्छा این مایده که نمیریش فرما نداره دوستان عزیز شهر تلوز دوستان عزیز ما اومدیم مرسی بکن بشی بانجوغنی اقلا این طرفی لبی بحر میگه لبی دریا میریم و میبینن نفسیم که کشتی ها چند سمان کشتی هایی که اینی لبی دریا دمون لگیم از میریم نفسیم نسی باشم اینا بچه هم برو مدن ای کاروسل میریم طرفی نان خوردن یا که اگانچ بخوریم که ای گوش نگیره حالا بشینیم خب میریم طرفی مرکز شهر ببینیم در مرکز چی گپای این در لبی دریا بود برادران این مرکز نیست این بگیم لبی دریای تغنگران است خب میریم نصیب باشه مرکز شهر با ما باشیم دوستان عزیز بالای ماست خیلی اکسپانات ها و چیزی ساز کردن فقط راهی ولسیپیده که ویلی کماندن خلاص نگه خیلی موقتا باغچه ساز کردن جای نشست خیلی گرمه اگه نه اینجا میشتیم از میخوردیم اینه که از طرف شاو بیا اینجا خیلی و راحت هستی خیلی جای خوب هم هست دیدنی هم هست ببین این هم جای نشست و این جای یانباش کردن میزنی به پشت ادیخ میکنی خب این طرف هم دوستان عزیز دیگه پل ها و ماست های شهر تولوز و ما فعلا قرار داریم در بالای ماستی نو یا که به حسابی ماستی جدیدی شهر تولوز و اون ماستی دیگری که پیشتر بوده ماستی کهنه های اینا کاروسل و دوستان گفتن امانه این کشتیک هایی که میبینین نفر 13 یورو بوده یک ساعتش چون از خیلی گرمه داخل آب رفتن یک گفتی گپا چیه در این وقت کودک ها از آب میکشن چو گریه هم محتاجشون برامد که در جان نمیریم درون یکون طرف دیگه میریم حمال ما اگر نصیب باشه میریم طرفی مرکز با ما باشید شلپر شدین اینه بچه جانی ما یانباش کرده است میریم دیگه تا یواش هم یانباش کردن این Bonjour mademoiselle. Ça va? Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Ça va? Oui? اگر در تیک تاک میکنی میپرتای خب این هم دوستان چون گفتیم جای نشست برای استراحت کردن دوستان همه ایره شهرداری شهر تولوز تشکیل کرده است و غمخواری که هست نسبت به مردمش همه ایا که هستن بی پولان یعنی چیشتا میگیریم یا خودت غذا میگیریم میای میمانی نگاه به تشویش خوردن میگیری مایره بین دوستان خیلی جای بحال و دیدنی و زیبا مردم هم زیاد اومده است اون طرف هم آسیاب کهنه یا قصر آسیاب کهنه شهر تولوز و اون طرف هم شهر و خانه های استقامتی و زمانوی خب ما میریم دیگه طرف دوستان عزیز ما طرف شهر آمدیم این همون جایی که پیشتر بدیم و اینجا نگفتن همونه چندین دکانهای موقتی نمایشگاه و نمایش گذاشته ساخته شدن برای مثلا چیزی مردم و این طرف همچنان دکان و نمایشگاه ها ساخته شدن به خاطر سیاحان و این هم کوچه های شهر تولوز این هم دوستان عزیز میرم دیگه طرف های شهر این هم رستوران ها و چی میگم بارهای شهر تولوز این طرف هم کاپیتول شهرداری شهر تولوز و در اینجا بگیم کوچه رستوران ها هست
چند نمود رستوران در اینجا و ما رستوران حلال کافته هستیم که مثلا چیزاش حلال باشن و ما مجبوریم که اون طرف شهر بریم چون اینجا اکثریت اینجا غیر حلالن. خب میریم دیگه اون طرف. این هم ساختمان های مرکزی شهر کاپیتال و چنانچه گفتیم این خیلی دولت غمخواری کس نسبت به مردمش خیلی فلگوی زرد و سفید کشال کس به خاطر افتو نزنه مردم. این هم ساختمان کاپیتال و ما میریم طرفی رستوران حلال که در این طرف های در شهر مرکز شهر خیلی پاییزک های میدک خردکک میگردن برای مردم سیاه، برای مهمان های شهر. ببینین چقدر زیبا هم هست و ببینین چی هم هست. خب کوچه ها را بینید خیلی تنگن چنانچه گفتیم پیشتر و میریم طرفی آنم در رستوران نرسیم. باز بچه ها را یک مراجنکی گرفتیم زدن مثلا کمک خنک شدن تاس و پاس شد. اینا میریم نان خوردن انشالله که چی گفتگی ما رستوران ما خویه. ماشاءالله ایره بیوساز ایره بینید دوستان هواگویش چی دار همه دار اشکنه آقا متاسفانه جان دنبالی دوستان عزیز با ما باشید برنامه ما ادامه دارم. دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم کمی معلومات درباره یک روزی تعطیل تابستانه کودکان در فرانسه. دوستان عزیز دیگه منتظر برنامه‌های دیگه ما باشید. ان شاءالله برنامه‌های دیگه ما در حالت آمادگی قرار دارن. ان شاءالله که زودی پای هم نشر میگردن. دیگه وقتی ذاتی شما را نمیگیرم، شما را به خدای پاک و منال میسپارم تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.